در قسمت قبل دیدیم که ماجرا از مرگ یک پسر 13 ساله در آمریکا شروع شد و چطور یک دختر کانادایی با دیدن یک ویدیوی مشهود مسیر پرونده را تغییر داد. بعد رد پای دیجیتال به FBI رسید و تحقیقات نشون داد که این ماجرا شباهت زیادی به شبکه‌ای به نام 764 داره. شبکه‌ای که توسط برادلی شکل گرفته بود و با دستکاری روانی نوجوان‌های آسیب‌پذیر اونها رو به سمت خودآزاری و مرگ سوق میداد. اما دستگیری برادلی پایان داستان نبود. FBI وقتی روی مرگ اون پسر 13 ساله تحقیق میکرد متوجه شد چت‌های اون پسر با یه سری اکانت‌هایی بوده که قبلا هم توی تحقیقات دیده بودن. مرگ این پسر بعد از دستگیری و محکومیت برادلی اتفاق افتاده بود. ولی اتفاقهایی که منجر بهش شده بود خیلی شبیه به دستکاری‌های روانی گروه 764 و برادلی بود. بین این اکانت هایی که بررسی شده بودند یه اسم بیشتر از بقیه تکرار میشد. یه یوزرنیم که هم روی چند پلتفرم دیده شده بود و هم رفتارش با الگوی 764 همخونی داشت. کم کم معلوم شد که این بار مرکز کاربر توی آمریکا نیست. این بار سرنخ میرفت به قلب اروپا، یعنی آلمان. پرونده از FBI میره به پلیس فدرال آلمان و بعد از اون به پلیس های هامبورگ. چون رد اتصال‌ها و IP ها بارها به اون منطقه میرسید. پلیس آلمان اول باید جواب یک سوال ساده اما مهم رو پیدا میکرد. این فقط یک کاربر معمولیه یا چی؟ یا یه نفره که آگاهانه و سیستماتیک با چندین قربانی داره کار میکنه. توی این مسیر اطلاعات قدیمی دوباره به دست میاد. حدود سال 2021 یعنی 4 سال پیش از بازداشتش پلیس هامبورگ یک بار به خونه محل اقامت وایت تایگر یا همون شهریار سر زده. اون موقع یک هشدار از FBI رسیده بود که نشون میداد از یه IP در هامبورگ محتوای غیرقانونی مربوط به کودکان دانلود و یا نگهداری شده و فردی بچه‌ها رو در اینترنت به خودآزاری و از بین بردن خودشون تحریک میکنه. اون موقع حتی 2 تا از قربانی‌هایی که الان توی پرونده رسمی هستن اسمشون توی همون گزارش‌ها بوده. ولی نتیجه چی شد؟ پلیس میره خونه شهریار و باهاش حرف میزنه. یه سری وسایل دیجیتال رو هم بررسی میکنن. اما بعد وقتی پرونده میره پیش دادستانی طوری ارزیابی میشه که انگار نه محدودیت یا کنترل قوی روی اینترنتش میذارن، نه بازداشت طولانی مدت، نه نظارت مداوم. پرونده هم بعدش بسته میشه. فقط یک پرونده کوچیک براش باقی میمونه به عنوان نگهداری محتوای مستهجن نوجوان. شهریار هم اون موقع این اتهام رو ظاهرا قبول کرد. اما شهریار همونجا توی همون خونه بعد از اون هشدار به اینترنت برگشت و کارش رو ادامه داد. حالا وقتی همه چیز فاش شده بود میگن اگر اون پرونده رو جدی میگرفتن شاید خیلی از قربانی ها هنوز زنده بودن. اما بچه وحشتناک ماجرا اینه که هنوز هم هیچ کس نمیدونه دقیقاً چند نفر توی این گروه ها هستن. تنها چیزی که مشخصه اینه که افراد از سراسر دنیا میان. جوانهایی که معمولاً رادیکال شدن، تمایل به نفرت و خشونت و حتی شیطانگرایی دارن. اینجا باید توضیح بدم که رادیکال شدن یعنی یه نفر یا یک گروه کم کم از حالت عادی فاصله میگیره و دیدگاهش از حد معمول خارج میشه و سمت باورهای تند و شدید و خطرناک یا غیر معمول. فعالیت این گروه بی ساختار توی چند سال تبدیل شد به یک فرهنگ زیرزمینی بین المللی در دارک وب. شهریار با عنوان یکی از رهبرهای اصلی این گروه همیشه خودش مستقیما وارد نمیشد. اون یک سری آدم‌هایی رو انتخاب میکرد. روشون دستکاری روانی انجام میداد تا براشون کار کنن. مثلا یک دختر اهل فنلاند رو ماها کنترل کرده بود و وادارش کرده بود که خودش رو زخمی کنه. ازش به عنوان واسطه استفاده میکرد. این دختر رو جلو مینداخت، فضا رو آماده میکرد و اعتماد سازی میکرد. در نهایت اون لحظه که قربانی آماده بود وایت تایگر یا شهریار خودش وارد میشد. هدفها معمولاً بچه‌ها و نوجوان‌هایی بودن که خودشون هم مشکل داشتن. همونطور که گفتم افسردگی و تنهایی و درگیری توی مدرسه یا خانواده.
این آدم‌ها توی برنامه‌هایی که مربوط به خودآزاری و از بین بردن خودشون بود دنبال هم صحبت می‌گشتن. شهریار یا آدم‌هاش معمولاً به عنوان کسی ظاهر می‌شدن که قربانی رو می‌فهمه و درکشون می‌کنه. جملاتی مثل منم مثل تو بودم، منم اینجوری بودم، یا فقط من میفهمم تو چی میکشی، و مثلا اگه به خانوادت بگی نمیفهمن ولی من درکت میکنم، و اینجور چیزها استفاده میکردن. بعدش صحبت‌هاشون رو از فضای عمومی به فضای خصوصی میکشوندن. از یک پلتفرم میبردن به یک پلتفرم دیگه، جایی که دیگه کسی روی مکالمه‌های اونها نظارت نداشته باشه. بعد از مدتی حرف زدن ساده تبدیل میشد به درخواست‌های مشخص. اون شروع میکرد به آزمایش کردن، مثلا درخواست‌های کوچیک میکرد، بعد کم کم قربانی رو وارد بازی خودش میکرد، تستش میکرد. میخواست ببینه کجا میتونه بیشتر فشار بیاره، کجا میتونه ذهن بچه رو کنترل کنه. و واقعا عجیب بود که چقدر زمان صرف میکرد. بچه‌هایی که آسیب پذیر بودن، تنها بودن یا از لحاظ روانی مشکل داشتن رو تحت تاثیر قرار میدن. ماها وقت میذاشت تا آروم آروم تبدیل بشه به کسی که قربانی بهش اعتماد میکرد. اول با حرفهای پیش پا افتاده میکشوندشون داخل، و بعد تهدید، و بعد هم سوء استفاده جنسی برای لذت خودش. مثلا مجبورشون میکرد حیوانات رو زخمی کنن و یا بکشن، حتی بعضی وقتها حیوانات خونگی خودشون. بعدش تهدیدشون میکرد و بهشون میگفت اگر انجام ندی فیلم و عکسایی که قبلا ازت گرفتم رو پخش میکنم، یا اگر به کسی چیزی بگی همه چیز بدتر میشه. از اون مرحله به بعد دیگه رابطه سلطه‌گری و دستوره. این الگو توی چت‌های مختلف با قربانی‌های مختلف تکرار شده. حتما از خودتون میپرسید خب هدفش چی؟ برای چی این کارو میکرد؟ باید بگم که در نهایت تنها هدف این آدم ارضای تمایلات جنسی بیمارگونه‌اش بود. یه نکته خیلی عجیب‌تر هم وجود داشت. توی این مدارک اومده که خودش توی خونه هم لاشه حیوانات رو نگه می‌داشته. یان همریک، یکی از کارگاه‌های آلمانی، میگه واقعا یادم نمیاد توی هیچ پرونده‌ای یک نفر اینقدر موذیانه و طولانی مدت دیگران رو کنترل کرده باشه. تا اینجا وایت تایگر فقط یک اسم کاربری بوده، نه عکس مشخص، نه اسم واقعی. و اینجا بود که دوباره اسم هامبورگ و همون خونه ویلایی وارد میشه. پرونده قدیمی 2021 بازبینی میشه. اطلاعات جدید FBI هم بهش اضافه میشه. اما شب 17 ژوئن 2025 شبیه شد به یک شبی که همه چیز تغییر کرد. هامبورگ، محله مارینتال. خیابون‌ها تقریبا خلوت بودن و توی اون سکوت نیمه شب چند تا خودروی بدون علامت خیلی آروم وارد خیابون کارلینیوس شدن. هیچکس نمیدونست توی این ماشین ها نیروهای ویژه پلیس نشستن، همونهایی که معمولا فقط وقتی وارد عمل میشن که پای قاتل ها، تروریست ها یا مجرم های خیلی خطرناک وسط باشه. توی ساختمان سفید و بزرگی که همه همسایه های اون خونه رو به عنوان یک خونه ثروتمند میشناختن، شهریار، پسر 20 ساله آلمانی ایرانی، توی طبقه مخصوص خودش بیدار بود. مثل همیشه پشت کامپیوترش بود و هدفون هم روی گوشش، غرق در دنیایی که هیچ کس نمیدونست پشتش چه تاریکی خوابیده. نیروهای ویژه مدت‌ها بود که منتظر این لحظه بودن. با اینکه تا اون موقع هم چندین بار اقدام شده بود، تقریباً 4 سال بعد از هشدار FBI بالاخره دستور حمله صادر شد. در ورودی خونه بدون هیچ سر و صدایی باز شد. پلیس وارد حیاط شد. چند ثانیه بعد به راه پله داخل ساختمون رسید. تا جایی که امکانش بود بدون اینکه کسی بیدار بشه خودشون رو رسوندن جلوی طبقه‌ای که شهریار توش تنها زندگی میکرد. بیرون اون اتاق همه چیز ساکت بود. داخل اتاق اما نور آبی مانیتور چشمک میزد. شهریار بیخبر از همه چیز داشت فقط تایپ میکرد. وقتی در با ابزار مخصوص باز شد انگار دنیا برای چند ثانیه ایستاد. نیروها وارد اتاق شدند. یکی از مامورها فریاد زد پلیس، دستها بالا. شهریار برگشت. چشماش گشاد شد و گیج به مامورها نگاه کرد. خشکش زده بود. نمیدونست چی کار کنه.
تمام اون اعتماد به نفس، تمام اون توانایی برای فرار و مقاومت حالا یک بار فرو ریخته بود. پلیس خیلی سریع بهش دستبند زد، از صندلی بلندش کرد و گوشه اتاق اون رو نشوند. کامپیوترش هنوز روشن بود. پلیس هم دقیقاً همین رو میخواست، چون اگه کامپیوتر خاموش میشد ممکن بود مدارک دیجیتالی نابود بشن. نیروهای سایبری که همراه تیم بودن بلافاصله ریختن سمت سیستم ها. لپتاپ ها، گوشی، هاردها، فلش ها و سرورهای کوچیک خونگی همه روشن بودن و آنلاین، آماده یک کپی برداری کامل. بیش از 600 فایل ضبط شده، چت ها، ویدیوها و غیره همشون همونجا پیدا شدن. بعدها دادستانی یک عدد داد که همون شد تیترهای همه رسانه ها. حدود 13 ترابایت اطلاعات. تو این حجم دیتا همه چیز بود، حتی فایل های شبیه راهنما و نقشه کار برای همکارهایی که شهریار پیدا میکرد. طبق گفته پلیس این فایل ها شامل ارتباط با قربانی های مختلف بود، شامل تهدید و کنترل، شامل محتوای غیرقانونی مرتبط به بچه‌ها و حتی آموزش هایی برای ساخت سلاح و موادهای انفجاری بود. اون طرف اتاق شهریار هنوز نشسته بود، نه حرف میزد نه اعتراض میکرد، مثل آدمی که تازه فهمیده همه اون دنیایی که فکر میکرد پنهانه دقیقاً از همون لحظه فرو ریخته بود. مأمور پزشکی هم رسید و به صورت روتین وضعیتش رو چک میکرد. بعد با دستبند از پله ها پایین برده شد، سوار یکی از ماشین های زرهی شد و منتقل شد. تا اون لحظه خانواده‌اش هنوز نمیدونستن دقیقاً چه اتفاقی افتاد. پدرش بعدها گفت ما کاملا غافلگیر شدیم، نمیدونستیم باید چه واکنشی داشته باشیم. و اینجا به پایان قسمت دوم میرسیم. اما اینجا هنوز هم مهمترین بخش پرونده باقی مونده، چون بعد از دستگیری پلیس با چیزی روبرو میشه که فقط با یک اسم کاربری و چند صد فایل نیست. پشت این حجم اطلاعات زندگی واقعی شهریار قرار داره، خانواده‌اش، دانشگاهش، گذشته‌اش و مهمتر از همه ارتباطش با قربانی‌هایی که هنوز زنده بودن. در قسمت سوم میریم سراغ زندگی شهریار، اتهام‌های سنگینی که علیه او مطرح شد، وضعیت قربانی‌ها و خانواده‌ها و مهمتر از همه این سوال: آیا واقعاً با دستگیری شهریار شبکه 764 به پایان رسید؟ قسمت سوم و پایان این پرونده رو از دست ندید.